صورت مسئله علمی رو پاک کردن صلاح نیست، درست نیست. ما باید صورت مسئله علمی همیشه پیش روی ما باشد تا بتوانیم برای اون یه فکری بکنیم. ما برای محاسبه محیط دایره به قطر دایره وقتی آمدند انزلی ها را مطرح کردند مجبور شدیم که مثلثات رو پیش بکشیم که اوتار رو محاسبه کنیم تا بتونیم از ورای اون وتر یک انزلی را پیدا کنیم که ضرب در تعداد اضلاع بکنیم و بگیم این با محیط دایره برابره. متاسفانه برای این کار حتی احتیاج به تسدیس زاویه شد و دیدیم که تسدیس زاویه رو نتوانستند حل کنند، او رو محول به جبر کردند، جبر هم نتوانست کاری از پیش ببرد. صورت مسئله چیست؟ این دایره محیطش باید با قطرش سنجیده شود تا یک عدد ثابتی به دست بیاید که از ورای اون ما هر کاری میخوایم بکنیم به سهولت انجام دهیم. پیشنهادی که کرده بودند قدما اساتید گذشته ما انزلی ها رو مطرح کردند. این انزلی ها موجب میشد که ما بتوانیم دایره را به 360 قسمت مساوی قسمت کنیم، بعد از ورای اون عدد پی رو محاسبه کنیم یا نسبت محیط دایره به قطر دایره رو حساب کنیم. جبر معادله ای دارد درجه 1 که A تقسیم بر B مساوی است با C تقسیم بر D. این معادله ساده درجه 1 این خوراک میخواهد، یعنی از این 4 جزئی که این تناسب دارد ما باید 3 جزء آن را مشخص و معین کنیم تا بتوانیم به جزء 4 برسیم. هرگز امکان ندارد که ما یک کسری که با کسر دیگری برابر است فقط یک کسر و اعداد و ارقامش را داشته باشیم. پس معادلات جبری کلن همه اینا خوراک میخواهند. ما برای اینکه دایره مثلثاتی را درست کنیم میبایستی قبلا محیط دایره را به 360 قسمت مساوی تقسیم کنیم، ما پرده را از روی مسئله برداریم، مسئله را آشکار کنیم که بگیم این کار رو باید بکنیم، نه اینکه مسئله رو قایم کنیم هیچ کی نفهمه چه خبره، کارمون هم فکر کنیم بله ما استادیم و ما مقامی داریم و مرتبه‌ای داریم. نه، این گونه نیست. من این نقاله‌ای که می‌بینید و تعداد دیگری رو به اساتید فن مراجعه کردم که این نقاله رو از راه اتوکد و CNC و لیزر زدن. این درست نیست. این اعداد و ارقامش، این درجاتش ما هم دیگه نمیخواند، کم و زیاد داره. خب پس از صنعت کاری بر نمیاد. این کار دسته، کار انسانه، کار ماشین نیست. انسان باید خودش بتواند این کار رو انجام دهد، فرمان بدهد به ماشین که این رو مثل من انجام بده. وقتی اون کسی که میخواد به ماشین فرمان بدهد، به اون ابزار فرمان بدهد، خودش نمیداند چگونه میتواند اون ماشین، اون دستگاه این کار رو انجام بده. این است که مشکلات علمی ما بسیار زیاد است و اشخاص خائنی هم سر راه هستند و اصلا اجازه نمیدن که علم به پیش بره. منافعشون در این است که این علم باید همینطور در این گمراهی بماند تا اونا بتوانند از ورای اون منافع خودشون رو تأمین کنن. من بسیار متاسفم 16 سال 17 ساله که در این زمینه دارم فریاد میکنم، ولی تمام ارباب جرائد و ارباب وسایل ارتباط جمعی
دشمنی میکنند و تا اونجایی که توانستند در کار من اخلال ایجاد کردند. حتی این وسایل مدرن امروزی مثل گوگل و غیره و ذالک، اینا ما هر مطلبی که می نویسیم، هر مطلبی رو که عنوان میکنیم، اینا هرزنامه تلقی میکنه و ارائه نمیده. خب ما اینو باید به کی بگیم؟ چی کار باید بکنیم؟ دنیا دنیای ابلهان است، دنیا دنیای احمقاست و احمق هم میپذیرد که احمق باشد، بار بدهد بار بدهد بار بدهد.